ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. برای هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن سزاوار نیست، شایسته نیست، درست نیست که اگر خدا و پیغمبر خدا فرمانی بدهن، حکمی بکنن، بیان از دل بخواهی خودشون یه رأی و نظر دیگه انتخاب بکنن. مؤمن حق نداره، چه مرد باشه و چه زن، اگر در برابر امر و فرمان و حکم الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتیم، مؤمن نمیتونه بگه درسته خدا اینو گفته، پیغمبرم گفته، ولی نظر من این میگه نخیر. اگر مؤمنه دیگه نظر من، عقل من، فکر من، راه من، عمل من، قضاوت من اینا معنا نداره. این دیگه تسلیم نیست، تسلیم در برابر خدا و پیغمبر خدا به صورت مطلق. این جزء کرامت است، جزء شرفه که انسان از همه چیزش بگذره در برابر خدا. چون خدا اگر من و تو عقل داریم، نظر داریم، نظر من و شما و عقل من و شما قطره ای از اون بخشش الهی خدا بهمون داده. خداوند خالق من و شما و عقل من و شماست. اونی که این عقل رو بهمون داده بهتر از من و تو قطعا میدونه و میفهمه. عقلمون رو به کار ببندیم، استفاده بکنیم از عقلمون، اما با توجه به آیات قرآنی و سنت پیغمبر علیه السلام. و هر کسی خلاف و عصیان خدا و پیغمبر بکند در یک گمراهی آشکاری است. یعنی کاملا طرف گمراه اگر خلاف و عصیان خدا و پیغمبر بکنه علیه السلام.